هیچ کس اینو بهت نمیگه که توان هوایی ایران اون چیزی نیست که تو خبرها دیدی. همه ما وقتی اسم جنگنده های ایران میاد یا یاد هواپیماهای قدیمی میافتیم یا یه سری تیتر مسخره که میگه اینا فتوشاپه. مشکل اینجاست که بیشتر مردم اصلاً نمیدونن امروز قدرت هوایی فقط به سن هواپیما نیست. توی این ویدیو قرار خیلی شفاف و بدون شعار ببینیم جنگنده های جدید ایران واقعاً چی هستن، چی نیستن و کجای بازی هوایی دنیا قرار دارن. آخر ویدیو هم یه نکته میگم که کل نگاهت رو به این موضوع عوض میکنه، پس حواست باشه جایی نری. بیشتر آدما فکر میکنن قدرت هوایی یعنی فقط یه جنگنده خوشگل با سرعت بالا. اما واقعیت اینه که جنگنده بدون شبکه پشتیبانی مثل ماشین مسابقه بدون بنزینه. ایران دقیقاً اینو فهمیده و به جای تقلید کورکورانه از S-35 رفته سراغ یه مسیر متفاوت، مسیر بومیسازی، مهندسی معکوس و تطبیق با شرایط تحریم. پس اگه قراره قضاوت کنیم باید با قواعد درست قضاوت کنیم، نه با مقایسه های اینستاگرامی. اینجا قراره بفهمی چرا بعضی چیزا که مسخره به نظر میاد اتفاقاً هوشمندانه است. وقتی میگیم جنگنده های جدید ایران فقط از قاهر حرف نمیزنیم. پای کوثر، صاعقه، پروژه های ارتقای F5 و حتی جنگنده های بدون سرنشین رزمی وسطه. ایران تمرکزش رو گذاشته روی جنگنده های سبک، ارزون و قابل نگهداری. چرا؟ چون جنگ واقعی، جنگ فرسایشی و مداومه، نه نمایش هوایی. این فلسفه دقیقاً برخلاف تفکر غربیه، ولی لزوماً غلط نیست. اینجا تازه داریم وارد لایه عمیق ماجرا میشیم. کوثر شاید از دور ساده به نظر بیاد، ولی داستانش مهمه. این اولین جنگنده‌ایه که ایران خط تولید عملیاتی براش راه انداخته. اوویونیک دیجیتال، نمایشگرهای جدید و سیستم کنترل بروز شده. شاید موتور عجیب نداشته باشه، ولی برای آموزش و پشتیبانی نزدیک ساخته شده. کوثر یعنی استقلال حداقلی در تولید، نه برتری مطلق. و این دقیقاً همون چیزیه که تو تحریم ارزش طلا داره. صاعقه بیشتر از این که جنگنده باشه، یه آزمایش بزرگ بود. آزمایش طراحی بدنه، کنترل پرواز و تغییر ساختار. خیلی‌ها مسخرش کردن، ولی نفهمیدن که اینها تمرین طراحی بومیه. کشوری که نمیتونه زمین بخوره، هیچ وقت نمیتونه پرواز کنه. صاعقه مسیر رو باز کرد برای پروژه‌های بعدی، حتی اگه خودش موفق کامل نبود. اگه تا اینجای ویدیو دیدت یکم عوض شده، احتمالاً ویدیوهای بعدی این کانال هم به کارت میاد. خودت میدونی کی باید سابسکرایب کنی. ایران جنگنده زیاد نداره، ولی همونها رو زنده نگه داشته. F-14، F-4 و F-5 هنوز پروازن. نه برای نمایش، برای مأموریت واقعی، ارتقای رادار، تسلیحات بومی و سیستم‌های جنگ الکترونیک. این یعنی استفاده حداکثری از دارایی محدود. خیلی کشورها حتی همین کارو هم بلد نیستن. جنگنده بدون موشک فقط آهن پرنده است. ایران اینجا خیلی جدی وارد شده. موشک‌های هوا به هوا، بمب‌های هدایت شدنده و لینچ داده. اینجا جاییه که حتی جنگنده قدیمی میتونه خطرناک باشه و این همون چیزیه که کمتر کسی بهش توجه میکنه. قدرت هوایی فقط جنگنده نیست، شبکه است. ایران یکی از متراکمترین شبکه‌های پدافندی منطقه رو داره. این یعنی جنگنده دشمن قبل از درگیری خسته میشه. جنگنده‌های ایران قرار نیست تنها بجنگن. پشتشون یه سیستم بزرگه. CTA نرم. 1/3 اگه تا اینجای ویدیو برات مفید بوده، احتمالاً ادامش برات جذابترم میشه. این کانال دقیقاً برای همین دید متفاوت ساخته شده. نه، ایران سوپر جنگنده نسل 5 نداره. نه، توان هوایی ایران بی‌نقص نیست. محدودیت موتور، رادار پیشرفته و فراتر از دید وجود داره. اما نداشتن همه چیز یعنی نداشتن هیچ چیز. اینجا دقیقاً جاییه که باید منطقی قضاوت کرد. ایران داره میره سمت ترکیب جنگنده و پهپاد. نبرد هوایی آینده انسان محور نیست. اینجا ایران اتفاقاً جلوتر از خیلیا فکر کرده و این مقدمه اون سورپرایزیه که قولش رو دادم. مهمترین مزیت جنگنده های ایران نه سرعت، نه راداره،
بلکه اینه که برای جنگی طراحی شدن که قرار اتفاق بیفته، نه جنگی که تو فیلم‌ها دیدیم. جنگ نامتوارن، فرسایشی و طولانی، جایی که بقا مهمتر از برتری نمایشه. و این دقیقاً همون چیزیه که خیلی‌ها نمیخوان دربارش حرف بزنن. اگه فردای درگیری واقعی شروع بشه، ترجیح میدی جنگنده‌ای داشته باشی که بهترین دنیاست یا سیستمی که حتی زیر تحریم هم از کار نمیافته؟ نظرت رو تو کامنت بنویس، چون این بحث تازه شروع شده. فعیان سریع به انتقال به ویدیوی بعدی. و اگه فکر میکنی این فقط نصف ماجراست، ویدیوی بعدی دقیقاً میره سراغ مبایسه ایران با قدرت‌های هوایی منطقه. اونجاست که داستان واقعاً داغ میشه.